میرزا جبار عسگرزاده. شاید بیراه نباشه که میرزا جبار عسگرزاده رو یه جورایی مرد اولین ها بدونیم. بنیانگذار نخستین کودکستان، نخستین مدرسه ناشنوایان و همچنین اولین مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران از جمله کارهای موندگار اون به شمار میرن. عسگرزاده در 19 اردیبهشت 1264 در شهر ایروان به دنیا اومد. اون که جدش از اهالی تبریز بود، بعد از جنگ جهانی اول به سرزمین اجدادی خودش برگشت و اولین کودکستان ایران رو به نام باغچه اطفال تو تبریز ساخت و به همین دلیل بود که خودشو باغچبان نامید. عسگرزاده که تو 15 سالگی بر اثر یه تصادف شنوایی گوش راستشو از دست داده بود، میدونست که ناشنوا بودن چه دردی داره. شاید از همون موقع بود که دغدغه کمک کردن به بچه‌هایی که این مشکل داشتن در درونش شکل گرفت. برای همین وقتی بزرگ شد تلاش کرد تا با استفاده از روش‌های نوین یه طرح جدید برای آموزش ناشنوایان پیاده کنه و حاصل این طرح شد اولین مدرسه ناشنوایان ایران. اون در آموزش این کودکان از اصول و قواعد لبخونی و همچنین ابداع سبک‌های ویژه برای تعلیم گفتار به ناشنوایان کمک می‌گرفت. همچنین از سال 1307 تونست کتاب‌های ویژه کودکان رو با نقاشی‌هایی که خودش می‌کشید به بازار عرضه کنه. یکی از این کتاب‌ها با عنوان بابا برفی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد و شورای جهانی کتاب کودک اون رو به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب کرد. باغچبان به نحوه آموزش و پرورش در ایران توجه خاصی داشت و در این زمینه انتقادایی هم به سیستم آموزشی کشور وارد می‌کرد. اون یکی از دلایل موفق نبودن سوادآموزی رو عدم وجود آمادگی لازم در کودک پیش از آغاز آموزش خوندن و نوشتن می‌دونست. اعتقاد داشت برای رسیدن به اهداف آموزشی مطلوب باید از روش بازی، نمایشنامه، شعر، سرود و قصه خونی استفاده کرد. از جبار باغچبان به عنوان نخستین نویسنده و ناشر کتاب کودک در ایران یاد میشه. این چهره برجسته ادبیات کودکان علاوه بر کتاب‌های آموزشی الفبای فارسی در زمینه داستان و نمایشنامه نویسی و اجرای نمایش هم تلاش‌های زیادی کرد. اون کوشید تا به کمک ادبیات مهارت کودکان رو در استفاده از حواس پنجگانه ارتقا بده تا اونها خوب ببینن، خوب بشنون و در آینده بتونن خوب بخونن. سرانجام این معلم دلسوز در 4 آذر ماه 1345 برای همیشه چشم از جهان فرو بست. یاد و نامش گرامی.